تاجیکستان برای استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف دو فعال بازداشت شده گروه 24 به ترکیه درخواست فرستاده است. این دو عضو سازمان مخالف حکومت تاجیکستان روز 19 مارس امسال در استانبول بازداشت شدند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 10 اپریل به رادیوی آزادی گفت برای استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف با مقامات ترکیه گفت و شنید دارند. بله ما همکاری داریم و روان کردگی هم چی مونده گفت و شنید مونده هم درست. طلب تاجیکستان در حال است که دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف را به دوشنبه به مهلت 3 ماه منع کرده است. سازمان هیومن رایتس واچ نیز گفته بود از دادگاه ترکیه خواسته شده است که رهبران بازداشت شده گروه 24 را به تاجیکستان تسلیم نکنند. به قول آنها این افراد در تاجیکستان با نقض گسترده حقوقشان روبرو خواهند شد. سازمان گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است. در پی آن 10 نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر پساشوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالتها کشورها بعد از تحقیق قضیه هایشان از تسلیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند. از جمله سالهای 2015 و 2016 صابر ولیوف در مالدو تقریبا 40 روز و شبنم خدایدادova در بلاروس بیش از 8 ماه را در بازداشت سپری کرده بعداً آزاد شدند.